حدود 380 سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان یک فیلسوف به نام یودوکسس زندگی میکرد که علاقمند از این بود که بفهمه که این جهان چه قسم است از ساختارش. و این آدم همراه یک مدل جدید آمد و بر اولین بار، شاید اولین کسی بوده در تاریخ بشر که یک مدل را ارائه میکنه برای شکل جهان هستی. و در مدل یودوکسس زمین مسطح و ثابت و هموار در نظر گرفته میشه و در دور زمین مثل لایه های پیاز 7 لایه یا 7 آسمان در نظر گرفته شده که در هر آسمانش یک جسم قرار میده و این اجسام چی است و چرا در او آسمان ها قرار داده شده. 5 سیاره در منظومه شمسی از آسمان زمین به چشم غیر مسلح دیده میشه، یعنی به تلسکوپ ضرورت ندارین که او سیارات رو ببینین. این سیارات عبارتند از سیاره عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. یعنی در طول تاریخ بشریت انسان از وقتی که به آسمان نگاه کرده این 5 سیاره را همیشه نگاه کرده و دلیل که نامش از سیاره مانده ایست که سیر میکنه، یعنی نسبت به ستاره هایی که در بکگراند هستن و ثابت هستن نسبت به ثوابت اینا همیشه در گردش بوده و انسان های قدیمی با شمول یودوکسس به باور بودن که این ستاره ها به دور زمین در گردش هست و خود مهتاب و آفتاب که در اثر چرخش زمین ظاهرا طور به نظر میرسه که اینا هم به دور زمین در گردش هست. بر از این دو جسم هم 2 تا آسمان مشخص در نظر گرفته شد در مدل یودوکسس. پس 5 سیاره جمع آفتاب و مهتاب میشه 7 جسم و این 7 جسم اینا ماندن در این 7 آسمان که بعداً توسط ارسطو این مدل یک کم دگام سرش کار میشه، یک کم بهتر میسازش و در نهایت کسی که این مدل همونطور خوب جور میکنه و یک در بین مردم خوب مطرح میسازه یک فیلسوف دیگه بود به نام بطلیموس یا در انگلیسی برش کلاودیوس تالمی میگن که باز این مدل به نام اصلا به نام مدل بطلیموس هم معروف است یا کائنات بطلیموسی میگیمش که تقریبا 1700 سال این مدل در بین جوامع بشری حاکمیت کامل داشته و وقتی که کلیساها ساخته میشه این مدل توسط کلیساها در مثلا در کتاب تورات هم که میایه 7 آسمان از اینمی مدل گرفته شد بعدا انتقال کرد به انجیل که همونطور ادامه داشته و این مدل دیگه اصلا مثل که حال امروز ما میفهمیم که مثلا بیگ بنگ شده و دیگه گفا مدل های جدیدتر معرفی شده. او وقت اینمی مدل بوده و برای هزاران سال یعنی بر صدها سال حاکمیت داشته در روی زمین سر انسان ها و ادیان و فرهنگ های مختلف از این متاثر بوده. حتی قرآن هم که از روی تورات و انجیل گرفته شده در او هم اینمی مفکوره 7 آسمان مطرح است و عدد 7 کدام چیز مقدس نیست، هیچ کدام ویژگی نداره، فقط ریشش در این قصه برمیگرده که قصه داستان مدل یا کائنات بطلیموسی هستن. اما امروز در عصر نوین وقتی که ما دیگه تلسکوپ های بسیار قوی داریم، فضا را تسخیر کردیم، به سیارات دیگه سفر کردیم، متوجه شدیم که نه آسمان وجود داره مثل لایه های پیاز که از یک بام خیز کنی در بام دیگه بری باز از او داره. این قصه بسیار قدیمی است. باوری که امروز وجود داره و چیزی که به اثر مشاهدات و ترصدات
استوار است. فضا مثل یک اتاق بسیار کلان است که مثلا در داخل یک اتاق خود تصور کنین، اما دیوارایش تا به انتهای ادامه بکنین. اتاق است که یعنی فقط فضای خالی است، دیوار نداره، چت نداره، زمین نداره، هر طرف که میرین هوا است، فضای خالی است. و باز در مابین از این فضای خالی ستاره ها و کهکشان ها و سیارات و اقمار و هر بد و بلای دیگه که هست کلش در مابین این فضای به نهایت بزرگ است قرار دارد. و در حقیقت امی مدل بتلموسی که 700 سال قدامت داشت، این باز که میاد یک وقت دیگه توسط نیکولا کوپرنیکوس یا کوپرنیک یک منجم ایتالیایی بوده، این مدل به چالش کشانیده میشه و از دیدگاه کوپرنیک او میگفت که زمین در مرکز عالم قرار نداره، یعنی مدل جیوسنتریک یا زمین مرکزی را میگیره با آفتاب تبدیل میکنه، ولی از دید از او هم کل چیز اما قبول، کل عالم اما قبول که یعنی کل عالم آفتاب است در مرکز و بعدا سیارات به دورش در گردش هست. همین 5 سیاره و ستاره را که در آسمان میبینن ثوابت، اونا را فکر میکنن که به دور آفتاب در گردش هست. که اون مدل بعدا توسط گالیله و توسط ترصدات تلسکوپیک گالیله تایید میشه که وقتی که اولین بار با تلسکوپ سیاره مشتری را رصد میکنه، میبینه که در دور مشتری هم یک تعداد اجسام دیگه است که به دور مشتری در گردش است. چون در طی چند شب که مشاهده میکنه، ترصد میکنه، میبینه که یگانه زمین یگانه جسم نیست که اجسام آسمانی به دورش دور بخوره، به دور مشتری هم یگان چیزا دور میخوره. و این زمین ها از قبل توسط کوپرنیک مساعد شده بود برای تعویض نظریه زمین مرکزی با آفتاب مرکزی. و اوجه بود که گالیله ترصدات خود با کلیسا مطرح میکنه. کلیسا به خاطر که روی مردم قدرت داشت، کنترل میکرد و نمیخواست که کلامی که در بایبل آمده بود یا در انجیل آمده بود او را، چون کلام خدا از خالق کائنات است، و کلیسا نمیخواست که مردم باورش از سر یا ایمانشان از سر کتاب الهی از بین بره و تمسخر شوه، گالیله را محکوم به اعدام میکنه. وقتی گالیله محکوم به اعدام میشه، گالیله میگه که ما از گپای خود تیر هستم، مرا نکشین. آدم هوشیاری بود، خود نجات داد. اما بازم گالیله را تا که زنده بود یعنی حبس دائمی در خانه داده بود، از خانه خود بیرون شده نمیتونست و یک دریچه داشت که ما یک دفعه قمر زمین یا دیگه سیارات از او کلکین که تیر میشد، باز او دمو وقت رسد میکرد. بسیار در بدبختی. اما پیش از اینکه میمرد کل ترصدات و مشاهدات خود که نوشته کرده بود نوتایش یا باز بعدا نشر شد و بالاخره همین چند سال پیش کلیسا از گالیله معذرت خواست، خاطر که گفتند که ثابت شد که گالیله حق و جانب بود و ما در اشتباه. که مدل آفتاب مرکزی هم برای یک قصه سالهای 1700 میلادی یعنی قرن 18 باز این مدل ادامه پیدا میکنه. این هم برای یک 200 یا 300 سال حاکم است در جامعه بشری که در نهایت مدل که فعلا ما میفهمیم به
مدل کیهانی میگن و در مدل کیهانی یا کازمیک مدل جهان بیکران است، بزرگ است، فضا خیلی کلان است و پر از میلیاردها میلیارد کهکشان و این کهکشان ها در حال انبساط یا گسترش است، از هم دور رفته میره. نمیفهمیم که چرا و تا چی وقت این گسترش ادامه داره، عاقبت چی میشه. اما بهتری است که بگیم که نمیدانیم و ذهن خود باز بانیم که بدانیم. دیگه او فلسفه هفت آسمان یا قصه بسیار قدیمی است. در غرب حداقل 4 قرن میشه که از این قصه هفت آسمان مردم گذشته و امروز که مقبول ساختن کل جای خوده، مردمشان با فرهنگ، شهرهایشان هم آباد، دانشگاهایشان هم پر از دانشمند و محقق و لابراتوار، سرشان در مریخ و مشتری و بیرون از منظومه شمسی رسیده. دلیلش است که اینا 400 سال پیش از هفت آسمان گذشته بودن. ما شما هر وقت که این مراحل تیر کنیم کل چیز گل و گلزار میشه. بخیر باشین.